صحبت رو از رئیس انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان استاد داداجان عطاالله میدیم و انشاءالله برادران یک به یک همیشه سخن ادامه میدیم. برادران عزیز، امروز وطن ما تاجیکستان زخمین انتظار انقلاب است. امروز تاجیکستان آبستن انقلاب است و شما امروز تنها نیستید. این نوجوانانی که در اینجا صف کشیدند، شما قهرمانان ملت تاجیک هستید. امروز هزاران هزار مردم تاجیکستان از شما امید دارند. شما آنهایی هستید که برای آزادی آماده قربان کردن جان شیرین خودتان هستید. شما پیشسپان حرکت ملی و آزادی خواهی تاجیکستان هستید. ما دیگر ترس نداریم. ما دیگر یگان شانس برای عقب نشینی نداریم. دیگر نوبت مبارزه، دیگر نوبت ما است. با آنهایی که امروز خویشاوندان همسفان ما را به اسارت میگیرند، دوستان ما را به زندان میاندازند، باید بدانند که پاسخ ما، جواب ما و واکنش ما را حتما خواهند دید. من همه شما را برای وزیدن باد انقلاب تبریک میگویم و در راه انقلاب، در راه آزادی، در راه وطن شهید شدن این شرافت بزرگترین برای یک انسان است. یا مرگ یا زندگی، یا شهادت یا سعادت، یا کفن یا وطن، یا کفن یا وطن، یا کفن یا وطن، یا کفن یا وطن، یا کفن یا وطن. زنده باد تاجیکستان، زنده باد تاجیکستان، زنده باد مبارزان راه آزادی و پیش به سوی تاجیکستان. زنده باشید. خدا به همراه. سلامت باشید سر.